افشای حقایق و رازهای باور نکردنی کنسرت جنجالی آریانا سعید در کشور کانادا و درآمد میلیونی آریانا سعید از این کنسرت ها. آیا با واقعیت آریانا سعید بر روی استیج می افتد و قهر شدن اسیب ساعد در جریان برگزاری کنسرت هایش و سفر اسیب به کشور ترکیه؟ اما به چی دلیل؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت، پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام و سلامتی نثار تک تک از شما دوزاران نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو. شما را خوش آمدید میگم به یکی دیگر از ویدیوهای جذاب و دیدنی این کانال. برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید، هنرمند بی‌بدیل، چهره شناخته شده و مطرح در میان هنرمندان افغانستان، لقب ملکه دلها را در میان هنرمندان افغانستان کسب کرده است. آریانا عاشقانه و هنر موسیقیش را از سال 2006 بدین طرف به پیش میبرد و مسائل کنسرت های در سرتاسر جهان برای تمامی علاقمندان و دوستدارانش برگزار می کند. برگزاری کنسرت های آریانا سعید مورد حمایت گسترده افغان ها قرار می گیرد. این دختر خانم هنرمند و محبوب افغان تازه کنسرت هایش را در 2 شهر بزرگ کانادا برگزار کرده است و کنسرت هایش تمامی تیکت هایش به فروش رسیده است و درآمد چنان خوبی هم داشته است که عمه علاقمندانش را شوکه‌دار ساخته است. آریانا سعید هنرمند محبوب افغانی است که در بزرگترین جشنواره‌های موسیقی در سرتاسر جهان اشتراک می‌کند و اشتراک آریانا سعید باعث افتخار برای تمامی افغان‌ها در سرتاسر جهان است. این همه در حالی است که در تازه‌ترین کنسرت آریانا سعید برخلاف میل اسیب ساعد لباس‌ها به تن کرده است و لباس‌هایش باعث شده است تا وی روی استیج بیفتد و اسیب از این کار آریانا آزرده خاطر شده است و به کشور ترکیه سفر کرده است. اما تاکنون دلیل بیشتر این کار اسیب معلوم نیست. اما چند مدت می شود رابطه میان آریانا سعید و اسیب ساعد از هم پاشیده است. ولی من آرزوی خوشبختی، موفقیت و سعادت برای تمامی این هنرمندان افغان از بارگاه عزت العزال تمنا دارم. دوزاران و همراهان نهایت ترجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریاتتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقه‌مندان و دوستان این دو هنرمند به اشتراک بگذارید. اگر دوست دارید عضو کانال دنیا اینفو باشید، پس برای حمایت هرچی بیشتر از این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید. تا درود دیگر، بدرود.